وقتی میگیم یه نفر ADHD داره یعنی چی؟ به زبان ساده ADHD یعنی یک اختلال عصبی رشدی که باعث میشه مغز یه جور متفاوت کار کنه. مورد اول تمرکز پراکنده است. مغز این افراد با فیلتر کردن محرک‌ها مشکل داره. یعنی نمیتونن به راحتی تصمیم بگیرن و مثلا نمیتونن فقط حواسشون به یه نفر باشه که بقیه رو نادیده بگیرن. مورد دوم دوپامین کم‌کاره. مغز افراد ADHD معمولا دوپامین کمتری ترشح میکنه. دوپامین همون ماده شیمیاییه که باعث انگیزه و حس پاداش میشه. همین دلیله که این افراد خیلی زود حوصله‌شون سر میره و دنبال چیزای جدید و هیجان انگیزن. و مورد سوم پیش‌فعالی یا بیقراری ذهنیه. لازم نیست این افراد حتما از نظر فیزیکی پر جنب و جوش باشند. گاهی فقط ذهنشون همش در حال دویدنه و نمیتونن آروم بگیرن. نکته مهم این که ADHD یک نقص نیست، یک نوع متفاوت از عملکرد مغزه. خیلی از نابغه‌ها و کارآفرین‌های بزرگ دنیا هم ADHD داشتند و با شناخت اون تونستند از قدرتش استفاده کنند.